کوئسیدلای مکزیکی با خمیری که خودتون آماده میکنید بسیار ترد و خوشمزه میشه. برای آماده کردن مواد گوشت 2 قاشق غذاخوری روغن رو با 300 گرم گوشت مرغ نگینی خرد شده کمی تفت میدیم. ادویه‌های لازم: پودر سیر نصف قاشق چایخوری، پودر زنجبیل 1/4 قاشق چایخوری، پونه کوهی نصف قاشق چایخوری، ادویه مرغ نصف قاشق چایخوری، آویشن اگه دوست داشتید بریزید و فلفل سیاه هم نصف قاشق چایخوری. گوشت که کمی تفت خورد نوبت سبزیجاته. 3 قاشق غذاخوری پیاز، 3 قاشق غذاخوری قارچ، 2 قاشق غذاخوری فلفل دلمه‌ای رو به مواد اضافه میکنیم. نمک هم 3/4 قاشق چایخوری. فلفل چیلی به اندازه‌ای که دوست دارید. در قابلمه رو میبندیم، میذاریم تا اینا کمی نرم بشن. در آخر هم 1 قاشق غذاخوری رو یا حتی کمتر سس سویا هم اگه دوست داشته باشین میتونین اضافه کنین. برای درست کردن خمیر 150 گرم یا 1 لیوان آرد چند منظوره سفید، 3/4 قاشق چایخوری نمک، 1.5 تا 2 قاشق غذاخوری روغن رو با مقداری آب ولرم مخلوط کنید. آب رو آروم آروم بهش اضافه میکنیم چون آردخور آب ها با هم فرق میکنه. خمیر باید نرم بشه. این خمیر رو داخل یه ظرف بذارید و در اونو ببندید و برید سراغ درست کردن سس. برای درست کردن سس 1/4 فنجون یا 60 گرم سس مایونز، 30 گرم یا 2 قاشق غذاخوری سس گوجه، 1/2 قاشق چایخوری پودر سیر، البته پودر سیر دلخواست، و 1/4 قاشق چایخوری هم فلفل چیلی یا فلفل تند. مخلوط کنید و خوب میکس کنید اینا رو. خب بریم سراغ آماده کردن خمیر. خمیر رو به اندازه یه نارنگی بردارید، اونو به شکل دایره خوب باز کنید، یا اینکه مثل من خوب باز کردید و نازک شد بعد برش بدید یا قالب بزنید. این خمیر آماده رو داخل یک مایتابه‌ای که کفش رو کمی چرب کردین قرار بدین و روی حرارت ملایم اونو بپزید. حواستون باشه که حرارت نباید خیلی کم یا خیلی زیاد باشه. حرارت باید متوسط باشه و مرتب این خمیر رو پشت رو کنید و حبابایی که تشکیل میشه رو فشار بدید تا اینکه خمیر کمی پخته بشه. طولانی خمیر رو نپزید چون اگه طولانی بپزید ترد میشه و شکننده میشه. نونای آماده شده رو از وسط نصف میکنیم و روشو سوسی که آماده کردیم رو میمالیم. مقداری کاهو و پنیر موزاریلا یا هر پنیری که دوست داشتید میتونید بهش اضافه کنید. از مواد گوشتی آماده لای نون میذاریم و اونو به شکلی که میبینید تا میکنیم. کف مایتابه رو کمی روغن بریزید و خوب چرب کنید. کوئسیدلاهای آماده رو داخل مایتابه قرار بدید و اونا رو مرتب پشت رو کنید تا طلایی رنگ بشن. امیدوارم از این آموزش لذت برده باشید. کانال ما رو سابسکرایب کنید، با ما در ارتباط باشید و برامون کامنت بذارید. اگر سوالی دارید مطرح کنید. ممنون که ما رو تماشا کردید.